با درود خدمت اعضای محترم کانال مکنتو، بنده مهران امیدوارم و با ادامه درس مکانیک سیالات 1 در خدمتتونم. توی این جلسه میخوایم به آخرین مبحث از فصل اول که مقدمه و مفاهیم بپردازیم که اول با کشش سطحی و اثر موینگی شروع کنیم. خب همونطور که میدونید گفتیم یکی از تفاوت اصلی بین مایع و گاز که جفتشون سیال میدونیم تو داشتن سطح آزاده. یعنی دو سه جفتشون سیال هستن ولی مایع سطح آزاد داره ولی گاز سطح آزاد نداره. دلیلش هم چیه؟ دلیلش نیروهای بین مولکولی هست. نگاه کنید توی مایعات ما نیروهای بین مولکولی قوی تری داریم. به همین خاطر این مولکولایی که مثلا داخل این سیال هستن توجه کنید توسط همه مولکول‌های اطرافشون جذب میشن و جاذبه بینشون وجود داره، ولی این جاذبه هم جوریه که از همه طرف که وارد میشه خنثی میشه و اینجوری نیست که مثلا این به سمتی کشیده بشه. اما همین رو برای مولکول‌های روی سطح آب در نظر بگیرید. جایی توجه کنید این جاذبه‌ای که داره خنثی نیست. نگاه کنید اینا جاذبهشون خنثی است، از همه طرفشون وارد میشه، ولی اینا که رو سطح هستن از این ور که دیگه جاذبه ندارن. بخاطر همین اینا برآیند نیروهای جاذبه‌ای که بهشون وارد میشه به سمت پایینه. به همین خاطر این مولکول‌های روی سطح آب به سمت پایین کشیده میشن و این باعث میشه که یک غشا اینجا ایجاد بشه که همون سطح آزاد آبه یا حالا مایع است که دلیلش کشش سطحیه. یعنی پدیده رو کشش سطحی میگن و به خاطر جاذبه بین مولکولیه. پس توی مایعات ما جاذبه بین مولکولی قوی تری داریم نسبت به گازها، به خاطر همین سطح آزاد روشون ایجاد میشه که این پدیده رو کشش سطحی میگن. حالا اینکه کشش سطحی رو چجوری میسنجن، این باز یک خاصیتی از سیاره که میان مقدار کار لازم جهت ایجاد واحد سطح مشترک رو کشش سطحی تعریف میکنن. پس کشش سطحی یک خاصیتی که به خاطر اون خاصیت این سطح آزاد مثل یک غشا عمل میکنه. اما این غشایی که عمل میکنه خب بالاخره یه انرژی نیاز هست تا این غشا ایجاد بشه دیگه. این انرژی که این غشا رو ایجاد میکنه و نگهش میداره اینو در واحد سطح حسابش میکنن، این به ما کشش سطحی رو میده. پس خاصیت کشش سطحی اینجوری تعریف میشه: مقدار کار یا انرژی لازم برای ایجاد یا نگه داشتن این غشا و سطح آزاد در واحد سطح. مثلا شما اینجا نگاه کنید، ما فرض کنید مثلا یه لایه غشای مایع داریم و این رو مثلا میخوایم بکشیم و بیشترش بکنیم یا مثلا بیایم اینو ایجادش کنیم. خب اینجا یه نیروی لازمه دیگه، این نیروی F لازمه تا اینو به اندازه مثلا دلتا X بکشیم به سمت جلو و این ناحیه رو پر کنیم با این غشا یا سطح آزاد. خب انرژی که لازم داریم F در dx. پس dW یعنی اون مقدار انرژی و کاری که لازمه تا این غشا ایجاد بشه میشه F در dx. تقسیم بر مساحت باید بکنیم تا به ما کشش سطحی رو بده. خب مساحت این هم میشه dx در L. پس میشه dx در L. dx ها با هم خط میخورن میشه F به روی L که میشه کشش سطحی. یعنی شما اگه کشش سطحی رو ضرب در طول بکنید به شما نیروی کشش سطحی میده. پس خاصیت کشش سطحی یه جورایی میشه نیروی کشش سطحی تقسیم بر طول. اما کدوم طول؟ طولی که به صورت محیط این سطح آزاد خودشو نشون میده. پس وقتی مثلا آب رو داخل یه ظرف میریزیم، این دور تا دور ظرف با این مثلا جدار ظرف ارتباط داره دیگه. این دور تا دور که محیط میشه رو اگر ما ضرب در کشش سطحی بکنیم،
اون نیروی کشش سطحی به دست میاد. پس دوستان کشش سطحی نیرو در واحد طول یا انرژی در واحد سطحه. پس یه بار دیگه هم بگیم کشش سطحی، خاصیت کشش سطحی که با سیگما نشون میدن میشه مقدار انرژی یا کار لازم برای ایجاد این غشا یا سطح آزاد در واحد سطح یا نیروی کشش سطحی، این نیروی جاذبه که اینا دارن، نیروی کشش سطحی در واحد طول که این طول هم گفتیم همون محیط دور تا دور فرض میشه. حالا این پدیده کشش سطحی علاوه بر اینکه به اون خاصیت کشش سطحی یعنی اون سطح فشار علاوه بر اینکه به این خاصیت بستگی داره، به زاویه تماس هم بستگی داره. یعنی فقط کشش سطحی نیست که این سطح رو واسه ما ایجاد میکنه، اون زاویه هم روی این سطح اثر میذاره. مثلا شما اگر یه قطره آب رو بریزی رو صابون، میبینید که این قطره آب به این صورت پخش میشه. یعنی زاویه‌ای که داره با این صابون میسازه یه زاویه کوچیکتر از 90 درجه است که به اینا میگن خیس شونده. اصطلاحاً آب رو وقتی رو صابون میزنید صابون رو خیس میکنه. چرا؟ چون میبینید این قطره زاویه که میسازه کمتر از 90 و یه جور انگار داره پخش میشه. اما همون قطره آب رو اگه شما روی موم بریزین میبینید که زاویه که ایجاد میشه زاویه بزرگتر از 90 درجه است و یه جور انگار همون قطره حالت خودش حفظ میکنه و خیس نمیشه. توی این حالت میگن خیس نشونده یا حالا خیس نشدگی هم حالا میشه گفت. یا بعضی جا هم مثلا آب با یه سطح خیلی صاف مثل شیشه، اگر مثل این ظرف، مثلا ظرف از خونه شیشه باشه، این آب که میاد اینجا کش سطحی که ایجاد میشه زاویه که داره تقریبا 0 درجه است. پس این زاویه هم خودش به خلوص مایع و تمیزی سطح هم اثر داره. هرچی سطح تمیزتر باشه، خب مثلا این تو شیشه این زاویه دیگه داره به 0 میل میکنه. حالا تو اینجا ما کشش سطحی بعضی مایعات رو می‌بینیم. مثلا آب 0 درجه 0.076 نیوتن بر متر، بعد مثلا آب 20 درجه 0.73. ببینید دوباره دما وقتی میره بالا، این گفتیم جاذبه بین مولکولی کم میشه، لجت میاد پایین، کشش سطحی هم میاد پایین، چون دقیقا اینا مکانیزمشون به خاطر اون جاذبه بین مولکول هاست توی مایع البته. خب پس اینم از اینجا تعریف کشش سطحی شد. و نکته که هم هست اینه که کشش سطحی مایعات فرار مثل الکل از کشش سطحی مایعات غیر فرار مثل جیوه خیلی ضعیف‌تره. پس هرچی که ماده غیر فرارتر باشه معلومه که کشش سطحیش هم بیشتره. خب اما این کشش سطحی خودشو به صورت‌های مختلف نشون میده که مهمتریناش میتونیم به پدیده معینگی یا ایجاد اشکال مثلا دو پیچی یا چند پیچه میاد خودشو نشون میده و میشه به اینا اشاره کرد. خب مثلا اشکال دو پیچه، نگاه کن کشش سطحی یکی از عواملی که حالا خودشو نشون میده به صورت کشش سطحی تولید قطره آبه. وقتی کشش سطحی داریم این قطرات ایجاد میشن. مثلا شما از یه جا از سقف وقتی مثلا یه قطره میچکه میبینید اینا به صورت قطرات میاد پایین. چرا؟ چون این جاذبه بین مولکولیا، یعنی جاذبه بین مولکولی که دارن به فشاری که هوا داره بهشون وارد میکنه غلبه میکنن و اینجا دیگه به تعادل میرسن و به همین صورت میان سمت پایین میچکن. پس تو قطره آب اون کشش سطحیه که سعی میکنه مساحت سطح آزاد آب رو با این فشار در تعادل نگه داره. بعد از یه سمت دیگه هم دوست داره که این سطح آزادی که ایجاد میشه کمترین حالت باشه. بخاطر همین خودشو به صورت کره نشون میده. چرا باید کمترین حالت باشه؟ چون گفتیم این کشش سطحی یعنی اون انرژی که لازمه تا این سطح رو ایجاد کنه و در ادامه نگهش داره.
پس برای نگه داشتن اینم ما داریم انرژی صرف میکنیم. به خاطر همین دوست داره این کمترین سطح باشه و به همین خاطره که قطرات آب به صورت کروی ایجاد میشن، چون توی یه حجم ثابت کمترین سطح رو کره داره، چون تقاومی که داره و متمرکزه این کمترین سطح ایجاد میکنه. پس پدیده کش سطحی خودش رو تو تولید قطره نشونده و این نیروی کش سطحی با اختلاف فشار بیرون و داخل قطره به تعادل میرسن. خب این نیرو رو اگه بخوایم حساب بکنیم یا بخوایم ببینیم این اختلاف فشار چقدره، شما یه قطره رو در نظر بگیریم، اینو از وسط اینجا یه قطعه بزنیم. خب اینجا وقتی قطعه میزنیم دیگه از حالت تعادل در میاد. نیروهایی که بهش وارد میشه، یه دونه اختلاف فشار بیرون و درون قطره است که ضرب در مساحت اینجا این قطعه میکنیم به ما نیروی فشار میده. از اون ورم این محیطی که داره ضرب در کش سطحی میشه و اینم نیروی کش سطحی میده که این دوتا باید با هم برابر باشن. پس فشار ضرب در مساحت با کش سطحی ضرب در محیط باید یکی باشه. خب این میشه دلتا پی ضرب پی آر دو. از اینجا وقتی نگاه کنیم قطعه کره خب یه دایره است دیگه، مساحتش میشه پی آر دو، از اون ورم محیطش میشه دو پی آر. خب دلتا پی پی آر دو میشه سیگما دو پی آر، یه آر که با این بره یه پی هم با اینجا میره و دلتا پی به دست میاد دو سیگما به روی آر. پس برای تولید قطره اون اختلاف فشاری که بین داخل قطره و بیرون قطره هست برابر میشه با دو سیگما به روی آر. یا اگر مثلا میخواین شعاع قطره رو به دست بیارین برابر میشه با دو سیگما تقسیم بر دلتا پی، اختلاف فشار اون آب درون قطره و هوای بیرون. بعد حالت بعدی مثلا حباب رو داریم. حباب هم دقیقا مثل قطره است، فقط اینجا چیزی که داریم اینه که دو لایه سیال داریم، یعنی یه دونه هوای بیرون رو داریم، یه هوای داخل رو داریم و یه دونه هم اینجا، یعنی در از دو تا قشا هم سیال داریم. خب اینجا اگه بخوایم حساب بکنیم دوباره این از وسط یه قطعه بزنیم، یه اختلاف فشار بین داخل قطره و بیرون قطره ایجاد شده دلتا پی در پی آر دو و دو تا محیط داریم که ضرب در کش سطحی باید بشن و دلتا پی دو برابر کره به دست میاد، یعنی دو برابر قطره به دست میاد که میشه 4 سیگما به روی آر. حالت بعدی استوانه طویل مایع، مثلا شما یه منبع آب رو در نظر بگیرید، مثلا این پایینش یه سوراخ ایجاد میکنید، سیال اینجا به سمت حالا به صورت جت میاد بیرون. این جتی که داره میاد بیرون میبینیم شکل خودشو به صورت یه جت داره نگه میداره دیگه. این مثلا این اوله حالا چه جلوتر بره که میاد به سمت پایین، اما این اوله به صورت یه استوانه داره خودشو نگه میداره. توی این استوانه حالا اگه بخوایم کش سطحی رو ببینیم چه صورته، دوباره از وسط یه قطعه میزنیم، از این ور نیروی کشش سطحی رو داریم و اینجا هم اختلاف فشار داخل و بیرون رو داریم. اگر این قطری که حالا این داره رو هم دو آر بگیریم، طول اینم ال باشه، میگیم دلتا پی ضرب در مساحت که میشه ال ضرب در دو آر برابر میشه با یه محیط اینجا یه محیط اینجا، دو تا محیط این ور اون ور داریم که از این حالا صرف نظر میکنیم چون استوانه طویله این طولش مهمتره. خب محیطی که داره میشه دو تا ال ضرب در سیگما که حالا یه ال با ال میره، یه دو هم با اینجا میره و دلتا پی به دست میاد سیگما به روی آر. حالا در نهایت یه قضیه یانگ لاپلاس داریم که میان اثبات میکنن شکلی که دو تا انحنا داشته باشه، از دو سمت مثلا انحنا داشته باشه، دلتا پیش به دست میاد سیگما تقسیم بر یک به روی شعاع انحنای اولی به اضافه یک تقسیم بر شعاع انحنای دومی. مثلا تو کره ما شعاع انحنایی که داریم به این صورتی که از این ورم اگه شما به کره نگاه کنید، مثلا یه بار از سمت بالا نگاه کنید شعاع انحنایی که داره همون آره، یه بارم از این ورم نگاه کنید بازم همون آره. پس دلتا پی میشه سیگما در یک آروم به اضافه یک آروم که میشه دو سیگما به روی آر. مثلا کره اینجوری به دست میاد. یا برای استوانه طویلی که اینجا دیدیم، استوانه طویل اگر از مثلا روبرو نگاه کنیم میبینیم یه شعاع انحنای آر داره، از بالا نگاه کنیم یه خط میبینیم
که این خط شعاع انحناش در از بی نهایت دیگه. پس یه آر اینجا رو بی نهایت میذاریم، یک روی بی نهایت میشه صفر، یه دونه از اینا هم آر میذاریم که میشه سیگما به روی آر. پس این میشه اجسام یا اشکال دو پیچه که میتونیم همه فرمولا رو تو همین قضیه یانگ لاپلاس هم خلاصه کنیم. اما پدیده دیگه‌ای که به خاطر کشش سطحی ایجاد میشه موینگیه. شما وقتی یه مثلا لوله با قطر کم رو داخل مثلا آب میذارید، آب داخل این لوله میره به سمت بالا، یا مثلا یه داخل جیوه بذارین، جیوه میره به سمت پایین. این بالا رفتن یا پایین اومدن رو بهش موینگی میگن که میگن دلیلش هم همون دوباره کشش سطحیه. خب اگر نیرو چسبندگی سطح اون شیشه و مایع بیشتر از نیرو پیوستگی بین خود مولکول‌های مایع باشه، این باعث میشه که آب درون لوله بره به سمت بالا. پس ما اینجا دو تا نیرو چسبندگی داریم یا جاذبه داریم، یکی بین خود مولکول‌های این مایع است، یکم بین مولکول‌های مایع و سطح اینه که گفتیم اگر شیشه خیلی تنگ باشه این زاویه تقریبا میشه گفت صفره. و اگر میگم این بیشتر باشه میره به سمت بالا، اگر این جاذبه بین مولکول‌ها بیشتر باشه مثل جیوه، این میاد به سمت پایین و از شیشه نیروهای بین این مولکول‌ها از نیروی بین مایع و شیشه خیلی بیشتره. پس اینجا صعود رو داریم، اینجا نزول رو داریم. حالا تو این صعود مایع داخل لوله مثل آب، این نیروی کشش بین مولکول‌های آب و شیشه باید وزن این ستون سیال رو خنثی بکنه تا آب داخل این بتونه بیاد بالا. یعنی تا جایی میاد بالا که این نیرو با اون نیروی وزن آب یکی بشه. خب پس اگه بخوایم مثلا یه فرمولی به دست بیاریم که ببینیم آب چقدر میره بالا، دلتا اف وای رو اگه برابر صفر قرار بدیم، این و نیرویی که داریم سیگما ضرب در محیط پی دی ضرب در کوسینوس این تتا، چون باید تو راستا ایگرگ باشه. از اون برم وزن اینه دیگه ام جیه. خب ام جی رو که می‌نویسیم پی چهارم دی دو در اچ ضرب در رو که این بشه امش، جی هم که سر جاشه، این برم پی دی سیگما کوسینوس تتا که از اینجا خیلی راحت اچ به دست میاد 4 سیگما کوسینوس تتا تقسیم بر رو جی دی. حالا اگر بین دو صفحه مثلا باشه، اینجا لوله گذاشتیم، اینجا بین دو صفحه حالا مایع داره میاد به سمت بالا، اینجا اگه بخوایم حساب کنیم دوباره میشه 2b سیگما کوسینوس تتا، چون میگیم سیگما ضرب در محیط دیگه، اینجا محیط ما 2bه، یعنی اگر عمق این رو b بگیریم 2b میشه محیطی که داره، چون از این ور که به چیزی نمیخوره. پس میشه 2b سیگما کوسینوس تتا، اونورم رو جی بی اچ دی که از اینجا اچ دوباره به دست میاد 2 سیگما کوسینوس تتا تقسیم بر رو جی دی، دی فاصله بین دو صفحه موازی. یا اینکه فرض کنید دو تا لوله هم محور رو داخلش آب بریزیم و آب بین این دو لوله بیاد بالا. خب اینجا هم سیگما اف ایگرگ برابر صفر قرار بدیم، سیگما کوسینوس تتا در این محیط ها ضرب شه، چون اینجا دیگه دو تا محیط داریم باید جفت اینا رو با هم جمع کنیم که میشه 2 آر آی به اضافه 2 آر او، چون آب هم روی این داره بالا میاد هم روی این دیگه، بالاخره یه نیروی داره صرف میشه، هم نسبت به جداره این لوله داخلی هم نسبت به جداره این لوله بیرونی. و حجم سیالی هم که داره میاد بالا میشه مساحت بین این دوتا لوله، یعنی پی آر او به توان 2 منه آر آی به توان 2. این میشه مساحتش ضرب در اچ هم میکنیم میشه حجمش، ضرب در رو میکنیم میشه جرمش، ضرب در جی هم میکنیم میشه وزنش. بعد اینا رو اگه بخوایم ساده کنیم دوباره اچ به دست میاد 2 سیگما کوسینوس تتا تقسیم رو جی آر او منه آر آی. در کل این سه تا فرمول رو اگه بخوایم خلاصه کنیم اچ میشه 2 تا سیگما کوسینوس تتا تقسیم رو جی ایکس، میتونیم به این صورت همشون رو بنویسیم که مثلا توی اینجا ایکس میشه آر او منه آر آی، یعنی فاصله بین این دو لوله. پس توی دو لوله فاصله بین دو لوله هم محور میشه ایکس ما، توی دو صفحه فاصله بین دو صفحه یعنی دی میشه ایکس ما، و توی لوله هم خود شعاع
برابر میشه با اون x ما. پس به این صورت میتونیم صعود یا نزول مایع تو پدیده موینگی رو به دست بیاریم. بعد مسائلی که حالا اینجا داریم اینه که مثلا میگن برای اینکه یک سوزن روی سطح آب قرار بگیره و شناور بمونه باید چه قطری داشته باشه. میدیم که دیدیم خیلی وقت حشرات وقتی پاشون رو آب میذارن داخل آب فرو نمیرن، چون کشش سطحی آب قوی تره نسبت به وزن اونا و اینو میتونه رو آب نگه داره و حشرات خیلی راحت رو آب حرکت میکنه. سوزن هم به همین صورته. شما اگه یه سوزن خیلی کوچیک داشته باشین که حالا قطر کمی داشته باشه، این روی آب میتونه قرار بگیره خیلی آروم، حالا اگه به ضربه ای چیزی نزنید. حالا میگه این حد اکثر قطرش باید چقدر باشه تا بتونه رو آب قرار بگیره؟ خب باید طبیعتا کشش سطحی آب بیشتر از وزن اون سوزن باشه. خب کشش سطحی آب اینجا نگاه کنید، من یه سوزن رو اگه داخل آب بذارم از این زاویه این ور نگاه کنم، خب یه دایره میبینم که این کشش سطحی آب اینجوری یه نیروی به سمت بالا داره ایجاد میکنه که چون حالا سطحش صافه میتونیم بگیم تتاش صفره. خب اینجا محیطی که داره از دو طرف روی سوزن کشش سطحی اومده بالا میشه 2 برابر طول سوزن دیگه، اون محیطی که این کشش سطحی داره. پس میشه 2L سیگما کوسینوس تتا بزرگتر و مساوی باید باشه با W که میشه mg. این هم که میشه رو ضرب در v، یعنی PD 2/4 رو s در LG که رو s همون چگالی سوزنه. خب این باید از این بزرگتر باشه. پس اگر طرف حالا L که از طرف خط میخوره، کوسینوس هم تقریبا همون اگه تتا رو 0 بگم همون 1 میشه تقریبا. و دی کمترین مقدارش به دست میاد، رادیکال 8 سیگما کوسینوس تتا تقسیم بر پی رو اس جی. حالا اینم یک در نظر بگیم میشه 8 سیگما تقسیم بر پی رو اس در جی. یعنی هرچی اون سوزن چگالیش بیشتر باشه قطر لازمه باید کمتر باشه و حالا هرچند کشش سطحی اون مایع بیشتر باشه که قطر بیشتری میتونه داشته باشه. و اگر هم توجه کنیم میبینید که طول سوزن تو این سوال اهمیتی نداره، یعنی مهم نیست این طول چقدر باشه، اون چگالی و قطر و اون کشش سطحی مایع اینجا اهمیت دارن. بعد یکی از روش‌های دیگه هم که برای تعیین کشش سطحی داریم اینه که یه حلقه رو، مثلا حلقه پلاتینی، اینو روی آب قرار میدن، بعد از دو طرف با یه نخ وصل میکنن بندی، بعد اینو میکشن به سمت بالا. این که این چه نیروی لازمه تا این به سمت بالا کشیده بشه رو حساب میکنن و از روش کشش سطحی رو به دست میارن. به چه صورت؟ دوباره میگیم تو اینجا اگر از این دید نگاه کنیم، آب به این صورت روی این محیط حلقه پلاتینی اومده بالا، حالا یا اون مایع که از دو طرف هم اومده بالا، باید 2 برابر محیط رو حساب کنیم اگه ضخامتش رو فرض کنیم خیلی کمه. خب اینجا پس نیروهای اینجوری به سمت بالا داریم، از این منم یه تی داریم، کشش نخ رو داریم که البته 2 تا تی دیگه که یه ضرب در کوسینوس آلفا میکنیم تو راسته ایگرگ بشه. پس 2 تا تی کوسینوس آلفا برابر میشه با 2 تا ضرب در 2 پی آر سیگما که حالا اف هم با همون 2 تا تی کوسینوس آلفا برابر، از اینجا اف به دست میاد 4 پی آر سیگما و سیگما میشه اف تقسیم 4 پی آر. پس یعنی ما فقط با داشتن شعاع یا قطر این حلقه و اون نیرویی که لازمه تا این رو از سطح آب بکنه به سمت بالا میتونیم کشش سطحی آب رو حساب بکنیم. و اما بریم سراغ خاصیت بعدی که داریم، خاصیت فشار بخاره. نگاه کنیم ما وقتی یه مایعی داریم که توی ظرف دربسته قرار گرفته، بعضی از این مولکول‌های رو سطح آب حالا به خاطر این جنبش‌های مولکولی که داریم از سطح آب کنده میشن و میان این بالا، به صورت حالا بخار این بالا قرار میگیرن. بعد دوباره همجوری این مولکول‌ها بالا قرار میگیرن تا کجا؟ تا جایی که اینا انقدر دیگه زیاد میشن و فشارشون زیاد میشه که بعضی از اینا از سمت بالا
هول داده میشن و برمیگردن به سطح آب و دوباره از سطح آب برمیگردن به سمت بالا. یعنی اینا یه جورایی دیگه از یه جایی به تعادل میرسن. بعضی از مولکول ها میرن به سمت بالا، بعضی از مولکول ها میرن به سمت پایین. یعنی فشار اون قسمت بالا یه جوری به تعادل میرسه که این این مولکول ها به صورت تعادلی رفت و برگشت داشته باشن. بعد این فشاری که این بالا رو سطح آب ایجاد میشه رو بهش میگن فشار بخار اون مایع، فشار بخار، که اینم تابع فقط از دماه. پس فشار بخار مایع تابع از دما و ما برای هر دما یک فشار بخار داریم که حالا اینو تو جداول به ما دادم. مثلا ما اینجا یه جدولی که گذاشتیم اگه توجه کنیم می‌بینید ستون اول دماه و ستون بعدی اون فشار بخارشه، فشار اشباع. این رو از اینجا داریم و مثلا تو قسمت آخرش هم براتون کشش سطحی آب رو اینجا نوشتیم. بعدی ضریب گرمایی هدایتی کانداکشن، بعد ویسکوزیته فاز مایع و فاز بخار هست، بعد سرعت صوت تو فاز مایع و فاز بخار، سی پی به رو سی پی یا همون کاه برای حالا اون حالت بخار، چون حالت مایع کمچین چیزی نداره، همشون با هم برابرن، و انتروپی و انتالپی و حجم مخصوص و چگالی، همه اینا رو اینجا داریم. پس وزدمای نقطه سگانه شروع میشه تا دمای نقطه بحرانی. پس این خواص رو حالا تو این جزوه واسهتون قرار دادیم تا بعداً ازش استفاده کنیم، چون خیلی از این استفاده میشه مخصوصا برای مایع آب. خب پس اینجا ما فهمیدیم که فشار بخار به چه صورته. هرچی هم فشار بخار کمتر باشه مایع راحت‌تر به جوش میاد. چرا؟ چون این فشار بخار اگه زیاد باشه، از یه حدی بیشتر باشه، دیگه اجازه نمیده این مولکول ها بیان و کنده بشن بیان به سمت بالا، اینا رو هل میده به سمت پایین. پس هرچی فشار بخار کمتر باشه راحت‌تر این مایع تبخیر میشه. خب اما فشار بخار خودش رو تو پدیده کاویتاسیون هم نشون میده، به این صورته که وقتی سیال مثلا وارد توربو ماشین ها میشه، اینا با سرعت خیلی زیاد میچرخن. بعد سرعت وقتی از یه حدی میره بالا باعث میشه فشار بیاد پایین. حالا ما اینو بعدن تو معادله برنولی میبینیم که وقتی سرعت میره بالا فشار میاد پایین. این فشار که میاد پایین باعث میشه که یه جاهایی فشار سیال به فشار بخارش برسه. البته به صورت موضعیه دیگه، مثلا یه پره که داره میچرخه، این سیالی که به نوک پره چسبیده خب این سرعت بیشتری میگیره. این سرعت بیشتری میگیره امکان داره فشار کمتری داشته باشه و به فشار بخار برسه و اینجا که فشار بخار میرسه یه ذره تبخیر میشه و حباب ایجاد میشه. بعد این حباب مثلا تو هوا اگه حباب داشته باشیم، این حباب هی بزرگ و بزرگتر میشه، چون توی محیط هرچی که ما به سمت بالا میریم خب فشار هوا کمتر میشه دیگه. این حباب هم همینجوری میره بالا و فشار کمتری از جانب محیط میبینه، هی بزرگ میشه و در آخر میترکه. اما تو پدیده کاویتاسیون برعکسه، این حبابی که اینجا ایجاد شده هرچی که میره جلوتر یهو به نواحی میرسه که فشارش زیاده. بعد اینجا که به فشار بیشتر میرسه به جای اینکه از بیرون بترکه از درون منهدم میشه، یعنی به سمت داخل منهدم میشه. این که به سمت داخل منهدم میشه، این گوشته‌ای از مثلا لوله که داخلش داره حرکت میکنه رو با خودش میکنه، یعنی انقدر قدرت داره که این گوشته لوله یا تجهیزات، حالا اون سطح تجهیزاتی که داره رو با خودش میکنه و به این پدیده میگن کاویتاسیون یا حفره‌زایی، که برای بررسیش هم یه معیاری قرار دادن، پارامتر حفره‌زایی یا کاویتاسیون، که میشه فشار محیط منهای فشار بخار سیال، حالا تو این دمایی که هست، تقسیم بر 1/2 رو وی2. این به ما پارامتر حفره‌زایی رو میده که حالا
با این پارامتر میان بررسی میکنن که آیا احتمالش هست مثلا این به حفره رضایی برسه یا نه، که اینو تو فصل توربو ماشینری، حالا کلا درس توربو ماشین ها این رو بررسی میکنن. حالا ما فعلا با اینجا کاری نداریم. اما در آخر میرسیم به انواع جریان. ما از این بعد وقتی میخوایم درس رو بخونیم باید بدونیم که این جریان هایی که تو هر فصل بررسی میشه کدوم نوع از جریانه. مثلا جریان از لحاظ زمان دو دسته تقسیم میکنه، یا جریان پایاه، یعنی خواصش میدان سرعت فشار نسبت به زمان تغییر نمیکنن، یعنی روند به روند تی مثلا رو صفره، روند مثلا وی به روند تی یعنی سرعت سیال نسبت به زمان تغییر نمیکنه، صفره. به اینا میگن جریان پایا یا استدی فلو. از اونم جریان گذرا آن استدی داریم که تغییرات خواص با زمان رو داریم. این پس میشه یکی از انواع جریان که حالا ما بیشتر جریان‌های پایا رو بررسی می‌کنیم. جریان‌های ناپایا یک ذره تحلیلشون سخت‌تره. بعد میرسیم به دسته‌بندی از لحاظ تراکم‌پذیری. گفتیم جریان، البته نه سیال بحث تراکم‌پذیریشو گفتیم با اون ضرب آلفا و بتا اون مدول‌های تراکم‌پذیری بررسی کردیم. اما خود سیال رو اگه بخوایم از لحاظ تراکم‌پذیری و تغییرات چگالی بررسی کنیم با عدد ماخ قابل تشخیصه که گفتیم اگر ماخ کوچکتر از 0.3 باشه میگیم جریان تراکم ناپذیره، این کامپرسیبل یعنی چگالی ثابته، یا جریان تراکم پذیر کامپرسیبل داریم که ماخش بزرگتر از 0.3 و اینجا چگالی تغییرات داره. بعد از لحاظ آشفتگی هم گفتیم که ما جریان هایی که داریم یا جریان آرامه یا لامینار فلو، یا همون گفتیم حرکت لایه‌های سیال آرام و بدون اختلاطه که این تو رینولدزهای پایین رخ میده، یا جریان آشفته است توربولنت فلو داریم که این هم لایه سیال به صورت آشفته همراه با اختلاطه که این تو رینولدزهای بالا ایجاد میشه. البته معیار خاصی برای این وجود نداره، یعنی احتمال داره مثلا سیال تو رینولدزهای پایین به خاطر وجود اغتشاش یا استکاک اون زبری مثلا سطح جامد زودتر به حالت اغتشاش برسه. پس میگم اینجا برای اینها نمیشه معیار کلی گفت، ولی در کل حالا اگر رینولدز پایین باشه باعث میشه جریان آرام باشه و رینولدز بالا باعث میشن جریان آشفته باشه. و یه حالتی هم بین این دوتا داریم که از آرام داره به آشفته میرسه، اونو میگن جریان گذرا، ترانزیشن فلو میشه، که اینم تحلیلش به مراتب خیلی سخت‌تر از جریان آشفته است، چون جریان آرام راحت ترین جریانه، بعد جریان آشفته، و اینم از این دوتا سخت‌تر شبیه سازیش. حالا ما هم اکثرا اون جریان هایی که حالا میخوایم بررسی کنیم جریان آرامه، تا مثلا میرسیم فصل آخر که جریان داخلی، اونجا جریان آشفته رو هم بررسی میکنیم. و از لحاظ هندسه هم جریان ها دو دستن، یا جریان داخلیه یا خارجیه. داخلی یعنی مثل جریان داخل لوله، یعنی با یه سطح جامد کلاً پوشیده شده، ولی جریان خارجی مثلا حرکت سیال داخل کانال آبه، می‌بینیم بالاش با هوا در ارتباطه. اینا رو بهش میگن جریان‌های خارجی که کاملا پوشیده نیست با جامد، ولی اونایی که کاملا با جامد پوشیدن میشه جریان داخلی، که ما این جریان داخلی رو توی آخرین فصل از این درس داریم. بعد از لحاظ ویسکوزیته هم که گفتیم جریان‌ها دو دستن، یا جریان لزجه یا جریان غیر لزج داریم که تو جریان غیر لزج نیرو اینرسی غالبه و از اساسات ویسکوزیته میتونیم صرف نظر بکنیم. خب این فصل اینجا به اتمام رسید، امیدوارم تا اینجا یاد گرفته باشین. ما فصل بعدی میخوایم به هیدروستاتیک یا استاتیک سیالات و فشار هیدروستاتیک بپردازیم. پس تا جلسه بعدی بدرود.